سلام، خیلی خوش اومدید به جلسه سوم از آموزش برنامه نویسی وب. تو این جلسه ما قراره که با هم بریم سراغ کد زدن، ولی قبلش قراره که کد ادیتورمون رو با هم دیگه نصب کنیم و پیش ببریم و شاید خیلی عجیب باشه براتون، ولی ما با نوتپد پلاس پلاس شروع میکنیم. میدونم احتمالا ویژوال استودیو کد رو شنیدید، ولی یه مشکلی که هست اینه که ببینید شما اگر یک دفعه بری سراغ ویژوال استودیو کد، مطمئنا قدر عافیت نمیدونید و از تمام قابلیت های وی اس کد نمیتونید استفاده کنید و بهتره که میدونی یه نمور ما خودمون از عمد کار خودمون رو سخت کنیم که ببینیم این کد ادیتور چه قابلیت هایی رو به ما میده و بیشتر قدرش رو بدونیم. ما برای اینکه بخوایم همون کد ادیتورمون رو یا همون نوتپد پلاس پلاس رو بخوایم نصب کنیم، کافیه که وارد کروم بشیم و سرچ کنیم نوتپد پلاس پلاس یا صاف 98. جفتش هم میشه دانلود کردین. اپ خیلی پیچیده ای نیست، نه کرک خاصی داره نه چیزی. و مثل اینکه اوورد رو همین اولی کلیک میکنم بر روی تب دانلود و بعد روی دانلود نوتپد و ورژن مختلفی هست. میبینیم که اینجا ورژن 64 بیتیشه. دانلود رو میزنم و شروع دانلود. تمام. اجرا میکنم فایل رو و شما انگلیسی، میدونم فارسی شاید راحت تر باشه ولی بذارید روی انگلیسی. اوکی رو بزنید. next درایو سی و دست نزنید به اینا. دیتیلزشو نمیخوام ولی بد نیست اگه یه شورتکاتی هم روی دسکتاپ داشته باشید ازش. اینستال رو میزنم و تمام. یه ران کنم میگم خیر و به همین راحتی. اگر این وبسایت خودش هم نبود، یه گزینه دیگه که شما داری صاف 98. وارد میشی، وارد این وبسایت کلیک میکنی، اینجا سرچ میکنی نوتپد پلاس پلاس و اینتر رو میزنی. البته که نباید اینتر رو میزنی. نوتپد پلاس پلاس، این پایین خودش گزینه هاشو میاره و میبینیم که نوتپد اینه. این پایین نوتپد پلاس پلاس ویرایشگر ادیتوره و خیلی عالی. 32 بیتی ما 64 بیتیشو نیاز داریم با توجه به ویندوزی که شما نصب داری. دانلود با حجم 6 مگابایت. شروع دانلود و یه فایل زیپ میده که شما اکسترکتش میکنی و استفاده میکنی. من الان دانلود کردم و نیازی به این ندارم و از اینجا خارج میشم و همچین برنامه برای من باز میشه. حالا بازش میکنم توی همچین صفحه‌ای. فعلا من نیازی به این ندارم و این مرحله اول بود. خب دوستان، بریم مثلا با هم ببینیم که تگ‌های HTML به چه شکل نوشته میشن. قبل از اینکه توی کد ادیتور بنویسمش، میام اینجا و توی پینت میخوام براتون بکشم. ببینید تگ‌های HTML بین این علامت بزرگتر و این علامت کوچیکتر قرار میگیرن. حالا مثلا اسم این تگ XY. اوکی، تمام تگ ها باید بین این دوتا باشن. حالا یه دست اینجا تگ ها به دو دسته تقسیم میشن: تگ های سلف کلوز و تگ های پر یا جفت، که 70-80% تگ ها به شکل پر نوشته میشن، یعنی جفتن. یعنی چی؟ یعنی درسته شما این رو نوشتی، این ولی اوپنینگ شماست، یعنی شروع کننده است. خب مثلا یه تگی داریم به نام پاراگراف، تگ پی. حالا ما پی رو یاد نمیگیریم، همین ایکس و ایگرگ شما در نظر بگیرید. تگ ایکس و ایگرگ این کافی نیست. شما متنی رو که میخوای در اون پاراگراف یا همون ایکس و ایگرگ قرار بدی، باید اینجا بنویسی به این شکل و یه جایی بالاخره این بسته میشه دیگه. اون جایی که این بسته میشه تگ ما به این شکل نوشته میشه. حالا بذار من اینجا این محتوا رو قرار بدم. دقیقاً عین همون رو شما مینویسی x y و اینم از این، ولی میبندیش. با چی میبندی؟ با یک اسلش. این پشت اسلش رو شما قرار میدی و این میشه اوپنینگ شما، این میشه کلوز شما، کلوزینگ شما. حالا و محتوا یا کانتنت اینجا قرار میگیره.
کنتنت. به همین سادگی 70-80% تگ‌ها به این شکلن. اون 20% الباقیش میشن سلف کلوز که یاد خواهیم گرفت. اوکی. حالا بریم سراغ ساختن اولین فایلمون. ببینید اینجا یه مقدار مهم میشه، چرا که شما چیزی هست به نام کلین کد، یعنی این شما نیازه که تمیز کار کنی. برای همین من میام یه فولدر میسازم به نام مثلا ورک اسپیس، ورک داش اسپیس، محل کار مثلا. این انتخاب من. حالا ما برای اینکه داکیومنت داشته باشیم، یعنی بدونیم چه کدهایی رو داریم، من اینجا قرار نمیدم، یه نیو فولدر قرار میدم، اسمشو میذارم که سشن، جلسه، یعنی سشن این جلسه سوممونه، پس 03 و به این شکل. حالا من اینجا الان اگه بتونید بگید من به چه شکل اینو ریمووینگ اسپیس کردم یا فاصله رو حذف کردم، خیلی خوشحال میشم. اگه توجه کنید این به شکل کپیتالایز، یه ترکیبی از کپیتالایز و کباب کیسه، چرا که از دش استفاده کردم. حالا ما این فایل رو میسازیم، میذاریم این بالا، واردش میشیم و بله. حالا هر تیکه از کد من، یعنی مثلا قراره من 10 تا تمرین داشته باشم، میام برای تمام اونا هم یه دونه فولدر دیگه میسازم این تو به این شکل، مثلا 01 داش HTML introduction، HTML introduction، یعنی معرفی HTML. خب ما وارد این میشیم و میخوایم اولین فایل خودمون رو بسازیم، اولین فایل HTML خودمون رو. چیکار میکنم؟ یه کلیک راست میکنم روی این صفحه، روی نیو کلیک میکنم، ولی این دفعه فولدر نمیسازم، میام یه تکست داکیومنت میسازم و اولین قانون ما اسم هر صفحه‌ای که میسازی، این آپدیت میشه، این گفته من در آینده، ولی هر صفحه‌ای که میسازی اولین صفحه باید اسمش ایندکس باشه. ایندکس دات، حالا پسوندش چیه؟ ما قرار بود چه زبانی یاد بگیریم؟ HTML، درسته؟ پس پسوندش میشه HTML. اینتر رو میزنم و تمام، بازش میکنم. این که هنوز تکسته. ای بابا این تغییر نکرد که، چرا؟ چون ببین معمولا فایل ها پسوندشون رو به ما نمایش نمیده. چرا؟ چون که ما یه تنظیماتی رو باید انجام بدیم که پسوند فایل ها رو هم ببینیم. اگر عکس به شکل PNG، اگر حالا تصویری هست یا صوتی هست به شکل MP3. میایم چیکار میکنیم؟ روی این ویو کلیک میکنی، میایم پایین رو بخش شو و فایل نیم اکستنشن، روی این کلیک میکنم. نگاه کن، این پسوند TXT یا مخفف تکست الان داره به من نمایش داده میشه. میام این رو پاک میکنم کامل و میذارم .html آخرش بمونه. ازم میپرسه مطمئنی میخوای تغییر بدی این فایل رو؟ میگم بله و الان میبینی که پسوندش به HTML تغییر کرد. هرچند که اینجا تایپش رو هم میزنه، ولی اگر شما خواستی مطمئن شی یک کلیک راست روش میکنی، شو مور آپشن، پراپرتیز و تایپ آف فایل رو میبینی که پسوند HTML. اوکی. حالا ما این فایل داریم که اگر روش دبل کلیک کنم صفحه مرورگر من رو باز میکنه. برای شما ممکنه آقا مرورگر مثلا روی فایرفاکس باشه، دوست نداری روی فایرفاکس باشه و پیشنهاد من کرومه، میتونی از کروم استفاده کنی. برای اینکه این دیفالت رو تغییر بدی باید بیای روی فایل کلیک راست کنی و اوپن ویت رو بزنی و بیای اینجا میبینم کروم رو میبینی ولی اینجا نباید روی کروم کلیک کنی. میای پایین چوز انادر اپ رو میزنی، کروم رو انتخاب میکنی و روی آلویز کلیک میکنی. از این به بعد تمام فایل هایی که پسوندشون HTML باشن برای شما با کروم باز میشه به همین راحتی. حالا ما چون میخوایم HTML کار کنیم نیازه که یه طرف کد ادیتورمون باز باشه و یک طرف نتیجه، که در آن واحد وقتی شما داری کد میزنی بری اون طرف نتیجه رو ببین. برای این کار چیکار میکنی؟ کلیک راست میکنی روی فایل، اوپن ویت رو میزنی و
البته اگر این پایین به شما نوتپد پلاس پلاس رو نمایش نداد، اوپن ویت رو میزنی و نوتپد پلاس پلاس رو پیدا میکنی. همینجور که میبینید ویژوال استودیو کد نصب هست، ولی فعلا سراغ این نمیریم. میایم با این صفحه رو باز میکنم، بریم سراغ تنظیمات. این الان من چیزی که مینویسم خیلی کوچیکه و نمیتونم ببینم. چیکار میکنم؟ کنترل رو نگه میدارم و پلاس رو میزنم، یعنی علامت به علاوه. با به علاوه بزرگ میشه و با منها کوچیک میشه وقتی همزمان کنترل رو نگه داشتی. به نظر من این سایز خوبه و همین، فقط سایزش برای من مهم بود. حالا گفتم که یه طرف من باید کد ادیتورم رو ببینم، یه طرف دیگه نتیجه رو. دکمه ویندوز رو نگه میدارم، دکمه لفت ارو رو میزنم. ببینید روی کیبوردتون شما 4 تا جهت هست، بالا پایین چپ راست. شما دکمه ویندوز و چپ رو بگیری این میاد سمت چپ، راست رو بزنی میره سمت راست، بالا رو بزنی فول اسکرین میشه و کنترل صفحات شما یا ویندوهای شما خیلی راحت تره به این شکل. کد ادیتور رو میارم سمت چپ و یه بارم دبل کلیک میکنم روی فایل و توی مرورگرم این رو باز میکنم. اینجوری هر کدی که من اینجا بزنم نتیجهش رو هم میتونم ببینم. حالا دوستان، اولین خط از کد ما گفتم ببینید تگ ها باید داخل چه قالبی باشن؟ باید داخل علامت بزرگتر و کوچکتر قرار بگیرن. اولین خط یه جوری استثناء محسوب میشه و برای اعلام کردن به مرورگره که آقا ما میخوایم از آخرین ورژن HTML استفاده کنیم، یا همون HTML5. چجوری اینو مینویسیم؟ علامت بزرگتر رو میذارم به شکل کپیتالایز، تمام حروف باید بزرگ باشن. داک تایپ HTML و اینو میبندم، ولی اولش یه دونه علامت تعجب هم نیازه. داک تایپ HTML. شما با این خط کد به مرورگر میفهمونی که آقا من میخوام از آخرین ورژن استفاده کنم. حالا یه سری تگ ها هست که قبل از اینکه شما شروع کنی به نوشتن نیازه که اینا رو بذاری و این ساختار باید همیشه رعایت بشه. اولین تگی که ما قراره یاد بگیریم HTML هست، نه به شکل کپیتال HTML. این رو می نویسم، ولی این کافی نیست. چرا که HTML یه تگ پره یا جفت، یعنی یه قسمت دیگه هم نیاز داره که گفتم بهتون HTML که بهش میگن کلوزینگ تگ. این الان یه تگ کامل. حالا ما میایم داخل این از یه سری تگ های دیگه استفاده میکنیم. ببینید این فضا، یعنی از این علامت کوچکتر تا این علامت بزرگتر، این بین میشه داخل فضای HTML. من اینجا میتونم اینتر بزنم بره پایین یا همینجا کنارش اینجا شروع کنم به نوشتن، ولی اگر بره پایین خاناتره. میبرم پایین و حالا تگ بعدی که ما داریم به نام، بازم کپیتالایز شد، به نام هد رو اینجا قرار میدم و دیگه به جای اینکه دوباره بنویسمش با شیفت این تیکه رو سلکت میکنم، با کنترل C و کنترل V دوباره میذارمش، فقط اینجا یه دونه اسلش اضافه میکنم. این یه تگ دیگه بود به نام هد و تگ دیگه ای به نام بادی. که خب ببینید هد استفاده هایی داره و بادی استفاده هایی داره. حالا این بادیو که ما می نویسیم، شما از این زیر خط مرورگر من نگاه کنی به پایین، هر چی تگ هست داخل بادی می نویسیم و تمام کد هایی که ما میزنیم و میتونیم ببینیمش داخل بادیه. پس هد برای چیه؟ هد 98% 99% کدایی که داخل هد میذاریم ما نمیتونیم ببینیم و برای SEO استفاده میشه بیشتر این کدها. حالا SEO چیه؟ SEO یعنی سرچ مخفف Search Engine Optimization و ببینی این که شما یه کلمه رو تو گوگل سرچ میکنی و
اینکه میخوای بیاد به عنوان اولین سایت شما ببینیش، این میشه SEO. اون نمره‌ای که گوگل یا مرورگر شما، بخش موتور جستجوی شما به وبسایت شما تعلق میده و اگه نمرش بالا باشه توی اون سرچی که کاربر میکنه جزو گزینه‌های اول میاد و کاربر راحت میتونه پیداش کنه و به اصطلاح بازدید وبسایت شما خیلی بالاتر میره. و تو این دوره ما یه سری نکته هایی هم راجع به SEO یاد میگیریم که درون هده، ولی تخصصی روش صحبتی نداریم و یه نگاه اجمالی و گذراست. ما برنامه نویسی وب رو قرار یاد بگیریم. و حالا گفتم که 98% چیزایی که داخل هد می نویسیم دیده نمیشن، ولی هستن تگ هایی که ما بتونیم ببینیم. تگی مثل تایتل، کنترل C، کنترل V و به این شکل. حالا من داخل تایتل می نویسم تست که به شکلی کپیتالایز. میام اینور رفرش میکنم، ای بابا چرا اتفاقی نیفتاد؟ چرا من تست رو نمیبینم؟ آهان، به 2 دلیل. یک، این که من این فایلم رو هنوز سیو نکردم. یعنی چی؟ یعنی این قرمز رو شما این بالا میبینید، این گوشه سمت چپ قرمزه. شما نیازه که این فایل رو سیو کنی تا بتونی نتیجهش رو ببینی. حالا چجوری میشه سیو کرد؟ با شورت کی کنترل S اینو میزنم و الان نگاه رنگش قرمزی در اومد. میام اینور ولی همچنان باز نمیتونم ببینم. دلیلش چیه؟ این که من رفرش نکردم. همون F5، اون چیزایی که توی شورت کی ها جلسات قبل بهتون گفتم، F5 رو میزنم و رفرش میشه و میبینیم که تست این بالا به عنوان عنوان وبسایت ما داره نمایش داده میشه. و همین فکر کنم برای این جلسه کافی باشه و داره نمایش داده میشه. خب دوستان، برای این جلسه کافیه. فقط خواستم که یک آشنایی یا اینتروداکشنی داشته باشیم با هم راجع به HTML، کد ادیتورمون و به اصطلاح یه مقدار دستمون رو کثیف کنیم. جلسه بعد تگ‌های بیشتری رو یاد میگیریم با هم، تگی مثل P و هدینگ ها و غیره. و همین دیگه. امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید.